میدونی 30 سالگی چه شکلیه؟ همون لحظه که یه دفعه میبینی دیگه خبری از جوونیای بی‌فکر و خیال نیست. ولی هنوز همون آدم پخته و با تجربه‌ای که همیشه تصور می‌کردی نیستی. یا تو فکر جبران گذشته‌ایم یا درگیر چیزایی که در لحظه خوش میگذره و آینده‌مون رو میسوزونه. حقیقتش خیلی چیزا هستش که الان به نظر مهم میاد، ولی چند سال بعد جز حسرت برات چیزی نمیذارن. از اون طرف یه سری تصمیم و عادت هستش که اگه همین الان بهشون فکر کنی تو آخر عمر برات سود میده. تو این ویدیو قراره در مورد چیزایی حرف بزنیم که واقعا توی 30 سالگی اهمیت دارن. چیزایی که هر کدوم مثل یه پایه زیر ساختمون زندگی عمل میکنن. اگه باشن زندگیت رو نگه میدارن، اگه نباشن هر چی بالا بری یه روزی فرو میریزه. پس اگه تو هم تو دهه 30 زندگیت هستی، یا داری بهش میرسی، این ویدیو رو تا آخر ببین. چون تو چند تا سرفصل میخوام برات پیریزی کنم. 30 سالگی سنیه که اگه حواست به پولت نباشه به راحتی میره و دیگه بر نمیگرده. و خیلی‌ها تازه میفهمن پول درآوردن به تنهایی کافی نیست. در واقع مهم اینه که چجوری پول در بیاری، چطوری خرجش کنی و کجا نگهش داری. خیلی تو این سن دنبال ماشین گرون و گوشی مدل بالا میدوئن یا میرن وام میگیرن که برن مسافرت استانبول تا از بقیه عقب نمونن. در صورتی که همین پول اگه بره توی صندوق سرمایه‌گذاری ساده، بعد از 5 سال از اون آدمی که گوشی 100 میلیونی داره جلوتر میزنه. در واقع مدیریت پول تو 30 سالگی از هر چیزی مهمتره. در غیر این صورت هر چی در بیاری تهش صفر میشی. مهم نیست الان چه کاری داری. مهم اینه که چه مهارتی داری که تو رو از بقیه جدا میکنه. خیلی‌ها تو 30 سالگی یا حتی سنین بالاتر فقط کار میکنن که حقوق بگیرن. صبح تا شب همون کار و همون وظیفه و بعد از چند سال همون جایی که بودن هستن. داستان اینجاست که اگه یه مهارت کلیدی تو همون کار یاد بگیری یا کاری رو بلد باشی که بقیه بلد نیستن، تو همون کار هم بمونی، تو موقعیت بهتری قرار میگیری یا حتی بعداً راحت‌تر تغییر شغل میدی. مثلا کسی که تو بخش اداری کار میکنه اگه بلد باشه با نرم افزارهای مالی یا تحلیلی کار کنه یا بتونه گزارش‌های تحلیلی در بیاره که بقیه از پسش برنمیان، هم موقعیت کاریش عوض میشه، هم حقوقش بدون اینکه شغلش رو عوض کنه. تو این سن بهتره به جای عوض کردن شغل بری دنبال مهارتی که تو کارت بهت مزیت بده. چون اگه بلد نباشی هر جا بری همین شرایط و اگه بلد باشی هر جا بری میشه فرصت. تو هیچ دهه‌ای از زندگی آدم‌های دور و برت اندازه 30 سالگی مهم نیستن. چون اینجاست که سبک فکری، عادت‌ها و حتی تصمیمات خیلی وقتا از کسایی که وقتتو باهاشون میگذرونی تأثیر میگیره. نه لزوماً به شکل مستقیم، بلکه کم کم از همنشینی، از گفتگوها، از حال و هوای جمع. نکته اینجاست که رابطه خوب یعنی همراه داشتن کسی که تو رو در مسیر رشد نگه می‌داره. برعکس، اگه دور و برت آدم‌هایی باشن که دائم منفی‌ان یا از زندگی فقط غر میزنن، یه جایی می‌بینی که حتی اگه نمی‌خواستی تو هم همون مدلی فکر می‌کنی. به طور مثال، تو بعضی جمع‌ها همیشه حرف آدم‌ها از نارضایتی و اوضاعه. یا میشینن از آدمای موفق بد میگن یا دائم دنبال بهونن که چرا فلان کارو نکردن. حالا فکر کن تو همین جمع یکی هست که دنبال اینه که هر ماه یه چیزی یاد بگیره، یه پروژه کنار کارش راه بندازه یا حتی برنامه‌ریزی مالی کنه. این آدم خیلی زود دلسرد میشه چون اون جمع این جنس آدم رو پس میزنه. تو این دهه مهمه که دور و برت آدم‌هایی باشن که یه چیز مثبت بهت اضافه کنن. لزومی هم نداره که خیلی موفق باشن. همین که دنبال رشد باشن و برای بهتر شدن تلاش کنن، تو رو هم توی این فضا نگه می‌دارن. رابطه‌های سالم و همراه سرمایه‌ان. 30 سالگی زمانیه که تکلیفت رو با آدم‌ها روشن کنی. تو 30 سالگی بدن و ذهنت کم کم شروع میکنه نشونه دادن. اون بیخوابی‌ها، نشستن‌های طولانی، غذاهای بی‌برنامه و استرس‌های ریز و درشت تا قبلش شاید اصلاً به چشم نیاد. ولی اینجا یهو می‌بینی انرژیت نصف شده و تمرکزت میپره. نکته اینجاست که خیلی از آدم‌ها فکر می‌کنن باید برن سراغ یه رژیم سفت و سخت و ورزش‌های سنگین، در حالی که مسئله از یه سری عادت کوچیک اما ثابت شروع میشه. کافیه هر روز یه رو قدم بزنی، یه تایم مشخص بخوابی و بیدار شی، آب کافی بخوری. همین کارهای ساده اگه تداوم داشته باشن، انرژی ذهنت رو تنظیم میکنن. بعدن ازت تشکر میکنه و وقتی حالت خوب باشه، بقیه چیزا هم راحت‌تر جلو میره. سلامتی قرار نیست یه پروژه سخت و فوری باشه. قراره یه سبک زندگی آروم و مداوم باشه که ذره ذره انجامش میدی بدون اینکه اذیت چی یا بعد از یه هفته ولش کنی.
این عادتهای کوچیک تو 30 سالگی میشه سرمایه‌ای که 10 سال بعد قدرشو میفهمی. یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که تو 30 سالگی باید سر و سامون بدی، ذهنیت و زاویه نگاهته. چون خیلی وقتا مشکل از اتفاقها نیست، از شیوه نگاه ما به اون اتفاقه. اگه همیشه دنبال مقصر باشی، اگه فکر کنی دنیا بهت بدهکاره یا اگه بهونه‌هات جدی بگیری، هیچ وقت جلو نمیری. چون ذهن جوری برنامه‌ریزی میشه که بهونه پیدا کنه، نه راه حل. فکر کن یه نفر سالها دنبال شروع کردن یه مهارت جدیده، همیشه میگه الان وقتش نیست، شرایط من فرق داره، حمایت نمیشم و هر بار بهونه میاره. در حالی که آدم دیگه‌ای با همون شرایط شاید حتی سخت‌تر از یه جایی شروع میکنه. آروم آروم پیش میره و بعد از چند سال میبینی همون مهارت شده ابزار اصلی زندگیش. تفاوتشون کجاست؟ طرز فکر. یاد بگیر قبل از اینکه از شرایط شکایت کنی از خودت بپرسی من الان چی میتونم انجام بدم؟ هر چقدر کوچیک. چون همون کار کوچیک ذهنت رو از حالت قربانی بودن در میاره و آروم آروم زاویه نگاهت به زندگی رو عوض میکنه. تو 30 سالگی یه اتفاق عجیب میفته و کم کم میفهمی انرژی و وقتت بی‌نهایت نیست. هر چقدر هم فکر کنی جوونی و فرصت زیاده، یه جایی میبینی وسط شلوغی‌های روزمرگی هیچ کاری که واقعا دلت میخواسته رو نکردی. مسئله این نیست که وقت نیست. مسئله اینه که وقتتو کجا داری خرج میکنی. یه آدم هر روز 4-5 ساعت از وقتش رو پای شبکه‌های اجتماعی، سریال‌های بی‌هدف یا گشت زدن توی اینترنت میگذرونه. آخر هفته میگه چقدر هفته زود گذشت، هیچی نشد. در حالی که اگه همون 4-5 ساعت حتی نیم ساعتش صرف یاد گرفتن یه مهارت کوچیک یا کارهای عقب افتاده مهم میشد، هم حال بهتری داشت، هم حس مفید بودن. به زمانت مثل سرمایه‌ای محدود نگاه کن. همونطور که حساب دخل و خرج پولت رو داری، برای وقتت هم حساب باز کن. لازم نیست کل روز رو برنامه‌ریزی کنی. کافیه بدونی هر روز حداقل یه کار مفید انجام دادی یا نه. همین یه دونه کار باعث میشه شب که میخوای بخوابی یه حس رضایت عمیق تو وجودت بمونه. یه چیزی که تو 30 سالگی خیلی مهمه اینه که بفهمی زندگیت یه دفعه با یه اتفاق خیلی بزرگ تغییر نمیکنه. قطعاً با یه سری انتخاب‌های کوچیک تکراری که هر روز داری انجامشون میدی ساخته میشه. اونی که هر شب تا 4 صبح بیداره و صبح‌ها کلافه بیدار میشه، یه جور زندگی میسازه. اونی که تصمیم میگیره روزی نیم ساعت قدم بزنه و کتاب بخونه، یه مدل دیگه. فکر کن 2 تا همکار تو محیط کارشون، یکی از محیط فاصله میگیره چون فکر میکنه هیچ رشدی در اونجا نیست. اون یکی تفکرش اینه که تا وقتی اینجام حداقل یه مهارت کوچیک برای خودم یاد بگیرم. بعد از 2-3 سال یکی همونجاست و ناراضیه، اون یکی با یه سری مهارت جدید که خودش یاد گرفته جای بهتری میره. اونا انتخاباشونه که با هم فرق داره. لازم نیست دنبال تغییر لحظه‌ای و بزرگ باشی. فقط کافیه بفهمی هر انتخاب کوچیک امروزت یه آجر از ساختمون فرداته. حواست باشه داری کدوم دیوار رو میچینی. توی سنی مخصوصا حوالی 30 سالگی میفهمی بدون دلیل و هدف زندگی یه جور خستگی همیشگی میاره. نه اون خستگی فیزیکی، اون حس پوچی که آخر شب وقتی همه جا ساکته میاد سراغت. خیلی از ماها فکر میکنیم معنای زندگی یعنی یه کار بزرگ و خاص. در حالی که معنا میتونه تو چیزای کوچیک ولی با ارزش خودمون باشه. یه نفر ممکنه معنی زندگیش این باشه که بتونه هوای خانواده‌اش رو داشته باشه. یه نفر دیگه لذت میبره از اینکه هر ماه یه چیز جدید بخره. یکی دیگه با کمک کردن به آدم‌های اطرافش حالش خوب میشه. مسئله این نیست که چی درسته. مسئله اینه که تو برای خودت یه معنا پیدا کنی. لازم نیست از فردا آدم معنوی یا فیلسوفی بشی. فقط کافیه به این فکر کنی چی باعث میشه وقتی شب سرتو رو بالش میذاری حس کنی امروز بی خود نگذشت. همونو بگیر و دنبالش کن. چون اگه بدون دلیل بچرخی دیر یا زود حس میکنی داری تو خلأ میدوی. خیلی وقتا خیلی از ما فکر میکنیم وقتی سنمون بره بالا خود به خود آدم پخته تر و فهمیده تری میشیم. ولی واقعیت اینه که عقل و درک از زندگی به سن نیست. به اینه که هر چی سر راهت میاد چطور بهش نگاه میکنی و ازش چی در میاری. 2 نفر همزمان برشکست میشن.
یکی میشینه تا بقیه رو مقصر کنه. اون یکی از اشتباهاتش یاد میگیره و میبینه کجا اشتباه کرده بوده. بعد از چند سال اونی که یاد گرفته آدم حسابی میشه. اون یکی همون آدم قبلی فقط چند سال پیرتر. اگه بخوای از هر اتفاق و آدم و شرایطی یه چیزی یاد میگیری. مهم نیست چی سرت میاد. مهم اینه که چی ازش میفهمی. اینطوری آروم آروم حکمتی پیدا میکنی که آدمهای کمی دارنش و همین چیزیه که تهش تو رو از بقیه جدا میکنه. ته همه این حرفا یه چیز روشنه. هیچ کس قرار نیست بیاد زندگی تو درست کنه. نه معجزه‌ای میاد، نه یه آدم ناجی. تو هم قرار نیست یه روز از خواب پاشی و ببینی همه چیز مرتب شده باشه. اما یه کاری که میتونی بکنی اینه. هر روز یه ذره یه حرکت کوچیک بزنی. همین انتخابای کوچیک، همین عادتهای ریز، همین چیزایی که شاید الان به چشمت نیاد، چند سال دیگه میبینی چقدر تغییر داده. از دیروزت بهتر شو و جلو بزن. اگه تا اینجای ویدیو اومدی، دمت گرم که برای خودت وقت گذاشتی. مطمئن باش کسی که تا آخر این حرفا میاد، همونیه که میتونه کم کم زندگیتو عوض کنه. مرسی که بودی. اگه دوست داشتی و دلت خواست، سابسکرایب کن که بقیه ویدیوها رو از دست ندی. فعلا حواست به خودت باشه.